محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم و ستم در روز قیامت تاریکی است. و از شح یعنی حرص مال و بخیلی بر آن نیز بپرهیزید، زیرا حرص مال و بخیلی بر آن امتهای پیش از شما را هلاک کرد و آنها را وادار به آن کرد که خون یکدیگر را بریزند و حرامها را حلال بدانند. روایت مسلم. معنی ظلم چیزی را در غیر موضع خاصش گذاشتن است، یا با کم کردن یا با زیاد کردن در آن، یا با گذراندن از وقت یا مکانش. ظلم بر دو نوع است. یکی ظلم کردن در حقوق خداوند متعال، مثل اینکه چیزی یا کسی را به خداوند شریک قرار داده شود که این بزرگترین ظلم است. زیرا در روایت مسلم آمده که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که کدام گناه بزرگتر است، در جواب فرمودند این که به خداوند چیزی یا کسی را شریک قرار دهی در حالی که او تو را خلق کرده است. و دیگر ظلم در حقوق بندگان خدا، و این در دایره سه چیز است، چطوری که در یک حدیث متفق علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را بیان فرموده اند. از ابو بکر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خطبه روز عید خویش در مینا در حجة الوداع فرمودند: همانا خونهای شما و مالهای شما و آبرویتان بر شما حرام است، مانند حرمت این روز شما در این ماه و در این شهر شما. و یا آنچه را که به تبلیغ آن مأمور شده بودم رساندم. حدیث متفق علیه. یعنی ظلم در نفس یعنی خونها، ظلم در مالها و ظلم در آبروی دیگران. ظلم در خونها این است که دیگری را زخمی یا به قتل رسانی یا مانند اینها. ظلم در مالها این است که مال کسی را به ناحق بستانی یا بدزدی یا از معاش زیردستانت کم کرده حق آنها را ندهی، یا حقی که بر ذمه تو واجب است را ندهی، مثل زکات، نفقه اهل و عیال، نفقه پدر و مادر پیرانسال و غیره. اما ظلم در آبروی دیگران این است که با زن و دختران مردم زنا کنی یا آنها را تهمت به زنا کنی، یا چطور امروزها میبینیم کارهای پنهانی دیگران را نواربرداری کرده در معرض تماشای دیگران گذاری و آبروی آنها را بریزانیم، یا به مثل این کارها که سببگار ریختن آبروی دیگران می شود. همه این گونه کارها ظلم به شمار می رود و همه انواع ظلم ها حرام بوده در آیات و احادیث بیشمار مذمت و تنقید شده و برای ظالمان و ستمگران وعیدهای سخت وارد شده است. در بین این نوع ظلم ها ریزاندن آبروی دیگران خیلی در اوج است. شبکه های اجتماعی و نیز تلفن های موبیلی ریزاندن آبروی دیگران را برای بعضی نفرانی که در آبروی دیگران چنگ میزنند و پروایی ندارند خیلی آسان کرده است. هر چیزی را که دیدند فوراً آن را نواربرداری کرده در شبکه های اجتماعی میگذارند، یا رسم های زنان مسلمان را در شبکه های اینترنتی پهن میکنند، یا در کامنتری های بعضی نوارها شخصیت های معروف و مشهور را نام گرفته در شأن آنها گستاخی کرده سخنان ناسزا می نویسند و به آبروی آنها چنگ می زنند. این گونه مردم خود را هدایت یافته می پندارند، ولی بیخبر از آنند که گناه ریزاندن خون مسلمان را به دوش می گیرند،
چون که در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ریزاندن آبروی مسلمان را در برابر ریزاندن خونش قرار داده است. خداوند همه ما را از مرتکب شدن ظلم و ستم بر دیگران و ریزاندن آبروی دیگران حفاظت فرماید. آمین یا رب العالمین. बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना, बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना, बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना। आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना, आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना। बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना, तंग जमाना। आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना, आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना।